و یرزقه من حیث لا یحتسب. تو روزی رو برش میرسانه. باور بکنین که هیچ خود انسان تصور نمیکنه. أيا دارها حييت دارا ومنزلا يجوب. خودت تصور نمیکنی که این چطور است. یک وقت ما معسل بودیم، بسیار غریب بودیم. ما را روان کردن از افغانستان به هندوستان، از هندوستان رای ما کردن به دوبی. در دوبی شب ماندیم. در هندوستان هم پیسه نداشتیم که نان صحیح بخوریم. یک کمک پیسه داشتیم، یک چند دانه کیله خوردیم. دیگه از او قورمه و کباب و پلو خورده نمیتونستیم. مردم که دوبی و این میرن، پدرایشان $100 خود جیبش میمونه. پدر من بیچاره گپا رو نمیفهمید. مرا تو مفت کلزی رایی کرده بود. در جیبم 2000 افغانی بود. 5 نفر معسل بودیم. رسیدیم در دوبی. سنونان سیل میکنیم. چی کباب هاست، چی نان هاست، چی خوراک هاست. ما دیگه 5 نفر هستیم. برای کباب میگیم کباب جان پیسه داره کباب، بی پیسه را بوی کباب. برای پیتزا میگیم پیتزا جان پیسه داره پیتزا و بی پیسه را بوی پیتزا. هر 5 ما رفتیم، پیسه نداشتیم که چیزی بخوریم. در جیب ما 2000 افغانی است. در بانک‌ها اینجا که افغانی رو ببری میگه چیست؟ بگوی افغانی، میگیری کی کشیده؟ هیچ نمیچله. هیچ کس نمیشناسن. کلدو رو میشناسن، پاوند رو میشناسن، یورو گپات رو. افغانی بیچاره را هیچ کس در هر جای نمود تکت تکست به حساب مخلوق. خوبی برادر گفتیم که برادر عزیز حالی که چیزی نیست خیر است، بیاین حالی یک شب است، یک شب آدم گشنام تیر میکنه. قرار رفتیم وضو کردیم و نماز. مرا گفتن خودت پیش شو. من پیش شدم نماز خواندیم جماعت. دیدیم که چند نفر دیگه هم از پشت سرم آمدن اقتدا کردن. وقتی که یا اقتدا کردن نماز خلاص کردیم. حال ما برای کسی چیز گفتن نمیتونیم دیگه، از غیرت خود دیگه. گر ندانی غیرت افغانیم، چون بعد دوبی آمدی میدانیم. حالا به حساب غیرت افغانی خود برای کسی چیز گفتم نمیتونیم. که ما بریم از کس نان بخوایم یا چی بخوایم. عوام بریم از این نلا میخوریم دیگه. در وادی وضو کردن هوش هم بیمزه و ترش و اینطورست میخوریم، خیر است. یک وقت 1 بجه شب شد، گشنه خو کردیم. هر 5 ما وقتی که گشنه همونجا خو کردیم 1 بجه شب شد که یک از هم صنفی ما کت ما رفته بود، حبیب الرحمن نام داشت. این تو گپ که میاد تو کارا گپ میاد قسمی مرا شور داد. مرا میگه بخو بچا میگه چی گپ است؟ حالا گشنه خو کردیم دم گوشت خویاب نمیمونی. بخی که ما بندی شدم. چرا بندی شدی؟ گفتم حالا به خاطر ازی بندی شدم که پیشتر همینجا صدا آمد در ریسپشن که حبیب الرحمن ولد مفچون فلانی بیا که بندی است. خیلی دیگه ما بایک ما گرفتم، من رفتم بندی شدم. شما دیگه بخیر برین. من گفتم چی دیوانه؟ چی بندی چی میشه؟ بابیشون کشتیم، چی ما رو بندی میکنه؟ خب ما هم اصابم جوان بودم وقت دیگه، اصابم خراب است. به جای دیگر گفتم بخیزین. چی گپ است؟ گفتم میریم میخوای بندی کنم. میریم خود ما رفتیم پیش رئیس پلیس. شما نشسته بود رئیس پلیس، یک دانه پیران دراز پوشیده تا شست پای خود. اجابش هم دیگه کلش هم تا اجاب گرفته و قرار همینجا شیشته. سلام علیکم. و علیکم السلام. ما دیگه عربی هم خراب است. رفتیم برای چی میگم لماذا انت بندی رفیقی؟ لماذا؟ او میگه چی میگی؟ گفتم لماذا صدیقی سجن بندی. او برای گفت که چی هستن؟ گفت سنفید بسیار تو ترس و رقمک هست میگه دیدیم نی؟ گفت کلام مشکل دارم ایره بندی میکنم. گفتم لماذا؟ گفتم خو اذا انت بندی
نحن كلنا بندی. گفتم خلاص كلنا. قف أنتم كلكم تريدون أن تدخلوا السجن؟ ما قفتم نعم أهلا وسهلا. لماذا؟ ما قفتم هذا صديق معنا. تنها لا، يا كلنا سفر يا كلنا بندي. ما قفت أنت مسلم؟ ما قفتم أنا الحمد لله مسلم وأنت لست مسلم. گفتم تو مسلمان نیستی. یک دفعه مردکه خیز مردکه چی خبر که مردکه رئیس میدان است، انترنشنال رئیس است. ما گفتم به خاطر لأن. گفت لماذا؟ ما گفتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. کسی که به الله و روز قیامت ایمان داره مهمان خدا باید اکرام کنه. ما مهمان، انا مهمان، انا ضيف، انت صاحب الخانه. صحيح؟ انت جالس في كرسي وانا واقف. هذا ليس اسلام. ان كنت مسلما فاخذت كرسيا واجلستني على الكرسي ثم تتكلمت معي. عسکر خدا گفت که شرطی چوکی برش بیار بشن. ما گفتم اوه الحمدلله الان مسلمان، الان در چوکی شیشتم. گفتم الان مسلمان. گفتم شما لماذا طعام هنا قیمت؟ گفت چی طعام قیمت؟ ما گفتم ما 2,500 افغانی. ما گفتم 2,500 افغانی. وقتی که ما اونجا رفتیم 30 افغانی یک خوراک کباب بود در کابل. ما گفتم هذا 2,500 افغانی، اونجا خوراک کباب، اینجا ناچل. ما اینجا آمدیم پیسه ما نمیشه فی اللیل ما فی طعام و نحن نائم بدون طعام. تو گرفتی خوام سر ما. گفتم نان سر ما حرام کردی، خوام سر ما حرام کردی. چی کردیم؟ بکس ما گفتم برو بکس ما سگ دابای بکس ما 4 تا کتاب است که یک چند جور کالای کنه. بعد از توی مردکه او دیگه آمد برازی گفت که عظمت قرآنه. یکی دیگه آمد برای سلام داد و گفت که شما میفهمین که ما نماز خفتن در پشت سر از این خواندیم. گفت پشت سر از این نماز گفتی بسیار خوب قرآن خواند. مرا گفت که انت درست کتب الاسلامیه. ما گفتم نعم خلاصت و قدوری و کنز و دقایق و الهدایت و الفلانی کتاب. او میگه کتاب های چیز؟ کل کتب اسلامیه. خب خلاصتان. ما گفتم خلاصتان قدریون و قدر دیگه میگن. خب و قدریون و کنزون. خب کنزون و کل خلاص. خب خلاصه که از اینجا رو بحث کردیم. آخر این مردکه چی کرد؟ گرفت مرا گفت که بسیار ببخشی ما اشتباه کرده بودیم. مرا گفت تو از کس نمیترسی؟ من گفتم نه، من بغیر از ذات الله سبحانه و تعالی از هیچ کس نمیترسم. نه تجار مخدرات هستم نه فلانی هستم. من یک مؤثر هستم میریم بر درس خواندن که کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد بگیریم. تو آمدی ما رو در جنجالا میپردی. گرفت یک کاغذه که گلابی برای من نوشته کرد. این عربی کدام شدم بنگ 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 کرد که انتم ضیوف دانا خمسة ضیوف شو درگاه. من هیچ گپش نفهمیدم که چی میگن. من گفتم البته ورقه کنه. من گفتم زندان سجن؟ من گفت لا سجن. برو یا بالا. بیرون که برآمدیم یک عسکر همینجا زیادتر از چیزا هستن، مزدورا همینجا پاکستانی هستن. همین یک پاکستانی همینجا کار میکرد. من برش گفتم که بای صاحب. گفت क्या है؟ मैं گفتم इस पेपर में क्या लिखा है؟
این که سعی کرد که برقه گلابیست من گفت عیش کر و عیش، برو اونجا میمان رئیس میدان هستی. رفتیم بر ارپنج ما ات یک نان داد که 2 روز پیش هم نخورده بودیم، خوردیم 1 روز دیگه هم چشتی ها نداشتیم. پس الله متعال در هر جایی که انسان باشه رزقش برش چی میکنه؟ میرسانه. یا ربی اینی اسألك العفو عنی ولم يخب فيك ظني